سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 15 ایون. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا مرور بکنیم به سرخط موضوعهای برنامه امروز. مهلت امتیاز تمام شد. به سر و سامانی و نوبت طولانی مهاجران برای دریافت پتنت در روسیه ادامه دارد. جو بایدن و ولادیمیر پوتین وام میخورند. ملاقاتی که بسیاری ها به آن توجه دارند ولی نتیجه هایش برای رابطه های امریکا و روسیه معلوم نیست. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما گفته است که امسال برای مسلمانان تاجیکستان حج رفتن فرض نیست، چون به گفته او در این سفر مانع و خطر جدی وجود دارد. دادگاه در شهر دوشنبه افراد را که مسئول فروش اموال و ترکه دارایی‌های دو بانک مفلس شده اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک خواهند بود تعیین کرد. با قرار دادگاه رحیم شریفوف در اگرو اینوست بانک و فاروق نوریدینوف در تاجیک صادرات بانک همچون مدیری مخصوص روند برهمدهی بانک ها را رهبری خواهند کرد. در این دو بانک صدها ساکنی تاجیکستان امانت گذاشتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارانم امریدین آلیموف و مولا رجب یوسفی. قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه درباره تعیین مدیران مخصوص در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک همین هفته صادر شده است. بر اساس قرار دادگاه رحیم شریفوف در اگرو اینوست بانک و فاروق نوریدینوف در تاجیک صادرات بانک مدیر مخصوص تعیین شدند. طبق قرار دادگاه این دو نفر باید دوام 2 سال آینده اموال بانک های مفلس شده را فروخته مبلغ مردم را بازپس بدهند. تعداد مشتریان اگرو اینوست بانک قریب 28000 و شمار مزاجان تاجیک صادرات بانک 5500 نفر هستند. مسئولان بنیاد سقراطه یا بیمه پسندازهای مشتریان قبلا گفتند امانت مردم با پول ملی تا 30,000 سامانه و با اسعار خارجی تا 21,000 سامانه پر را جبران کرده می شود. پولهای باقی مانده در روند برهمدهی پرداخته خواهند شد. طبق این اعلان بانک ملی از حساب بنیاد سقراطه مبلغ 64% مشتریان تاجیک صادرات بانک و پول 86% مزاجان اگرو اینوست بانک برگردانده می شوند. باقی مانده مزاجان مبلغ خود را قسما از بنیاد سقراطه و بعدا از حساب فروش اموال بانک ها می گیرند. جریان برهمدهی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در حال آغاز می شود که مشتریان این بانک ها نگران مبلغ های گذاشته خود هستند. خواطری مزاجان از آنجا است که هنوز هم مزاجان تاجپرام بانک 4 سال باز نمی توانند مبلغ های خود را بازپس بگیرند و مزاجان اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک هم از آن نگرانند که این تجربه تلخ به سر آنها نیز نآید. ولی مسئولان بانک ملی و هم تاج‌الدین پیرزاده یکی از مالکان تاجیک صادرات بانک وعده دادند که مبلغ های مردم پر را بازپس داده می شود. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک دو بانک قبلا نظام ساز روز 21 می امسال با قرار بانک ملی مفلس اعلام شدند. مسئولین بانک ملی گفتند ناوابسته از یاری دولت این دو بانک نتوانستند فعالیت خود را معتدل گردانند. مولا رجب یوسفی، امریدین آلیموف، آزادی دوشنبه. امروز در روسیه مهلت با امتیاز اقامت مهاجران کاری به اتمام رسید. از این پس پلیس روسیه حق دارد آنهایی را که سندهای اقامتشان قانونی نیست اخراج کند. با سبب پاندمی تاکنون در روسیه به مهاجران کاری اجازه داده بودند که بدون عبور مرز در دوام 90 روز سند ثبت اقامت خود را درست کنند. همکارم شهلای گلخواجه موضوع را پیگیری داشت و در استودیو با ما قرار دارد. شهلا، تقریبا 1 ماه این جانب از نوبت‌های طولانی مهاجران در نزد مرکزهای مهاجرت در روسیه خبر می‌رسد. در روز آخرین ثبت اقامتی با امتیاز وضع چگونه بود؟ بله عبدالله، از نوارهایی که صبح امروز دسترسی ما شد میتوان گفت که نوبت‌پایی‌ها ادامه داشت و به فرق از روزهای پیشین ازدحام مهاجران باز هم بزرگتر شده است. خصوصا در شهرهای کلان به مثل مسکو، سنت پترزبورگ، قزان و نوسیبیرسک. برای مثال در شهر مسکو در نزد مرکزهای ساخر و پوتیلکا تعداد مهاجران به حد زیاد بود که میدانها پر شده است و نوبت تا روی ماشین گذر میرسد. مهاجران در صحبت با ما گفتند که نوبت پای آنها برای روز آینده از بیگاهی شروع شده تقریبا 1 شبانه روز ادامه میکند. برای قضای حاجت و غذاخوری عموما شرایط نیست. در نزد مرکز ساخر و کنار مسکو تلاطم شده و ناظران ترتیبات گروهی از مهاجران را کلتک کوب کردند. وضع در دیگر مرکزهای مهاجرتی روسیه هم مانند به این است و خلاص عبدالله، هم صحبتان ما نوبت‌های طولانی و عذاب تهیه سندها را طاقت فرسا تصویر میکنند.
شالا در گذشته مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه از مهاجران خواسته بودند سندهای خود را قانونی کنند. حالا صدها مهاجر کاری برای تهیه حجتشان آمدند، نوبت میپویند، اما چرا مقامات روس شرایط فراهم نمیکنند؟ عبدالله، عین چنین شکایت رو خود مهاجران و حامیان حقوق هم در میان میگذارند، چون که سرگردانی مهاجران بیش از یک ماه ادامه دارد. اما تنها امروز مقامات مسکو اعلام کردند که مهلت کاری مرکزی ساخت و 45 دقیقه بیشتر کرده شد. کیریل پورتوف رهبر دپارتمنت سیاست اقتصادی حکومت مسکو میگوید شماره رفتنها برای قبول حجت‌های مهاجران را 50% بیشتر میکنند. او گفت که گویا نوبت‌پویی مهاجران ساعت‌های نصف روزی به پایان میرسد، ولی در اصل ما منظره دیگر رو میبینیم. عبدالله و مهاجران نیز این ادعای منصبداری روس را رد میکنند و میگویند برای دریافت پتنت حتی چند شبانه روز نوبت میایستند. به قول پورتوف نظر به ماه اپریل مراجعت مهاجران به مرکز ساخت و 3 برابر افزوده است و هر روز به حساب میانه حدود 8,500 مهاجران به این مرکز مراجعت میکنند. قبلا مقامات روس گفته بودند که در این کشور 247,000 شهروندان تاجیکستان غیر قانونی کار و زندگی دارند، رقمی که مقامات تاجیک زیر سوال گذاشتند. تشکر همکارم شهلای گلخواجه درباره خاتمه یافتن مهلت با امتیاز ثبت نام مهاجران در روسیه صحبت میکرد. در ملاقات رئیس جمهور جو بایدن با ولادیمیر پوتین در ژنو مسائل گوناگون از جمله زندانی کردن الکسی نوالنی پیشوای مخالفان نیز بررسی می شود. قرار است رئیس جمهوران دو کشور فردا ملاقات کنند. هر دو رهبر گفتند که مناسبت‌های آمریکا و روسیه در پایین‌ترین سطح قرار دارد. جزئیات در گزارش همکارم مومن احمدی. ملاقات جو بایدن با ولادیمیر پوتین که در نشست 16 ایون برگزار می شود به گمان است که در فضای دوستانه صورت بگیرد. آنها باری اخیر بیشتر از 10 سال پیش وقت بایدن نایب پرزیدنت و پوتین سروزیر بودند ملاقات داشتند. خبری خیلی خوب آن است که من و پرزیدنت 100% به ضرورت راه اندازی مناسبت‌های نزدیکتر با روسیه راضی هستیم. اگر روسیه و آمریکا رژیم سفری بدون روادید را پیش از جاری نمودن چنین نظام با اتحاد اروپا راه اندازی می‌کردند، این یک حادثه تاریخی می‌شد. فضای پیش از ملاقات ژنو باشد فرق می‌کند. جانب‌ها درباره تحکیم مناسبت‌ها حرف نمی‌زنند بلکه همدیگر را عیبدار می‌کنند. ما یگان اقدام را اولین شده قبول نکردیم که بر روابط روسیه و آمریکا زیان رساند. مگر ما بر ضد آمریکا تحریم جاری کردیم؟ این آمریکا است که با سبب و بدون سبب تحریم جاری کرد و کرده ایستاده است. من برای رئیس جمهور پوتین آشکارا اظهار کردم دوره‌ای که ایالات متحده آمریکا به عملهای تجاوزکارانه روسیه به مثل دخالت به انتخابات ما، حمله‌های کیبرنتیکی یا زهرآلود کردن شهروندانش پاسخ مناسب نمیداد گذشت. ما بدون دودلگی پاداش سزاوار چنین عملکردی روسیه را داده اهالی و منفعت‌های اساسی خود را حمایت خواهیم کرد. افزایش ناباوری طرفین از آن آغاز یافت که روسیه کریم اوکراین را سال 2014 ضبط کرد. در سال 2021 روسیه نیروهای خود را در مرز اوکراین مستقر نمود و بار دیگر انتقادی واشنگتن را به بار آورد. بایدن وعده داد که فشار را به مسکو برای قطع تهدید به استقلالیت اوکراین و نقض حقوق‌های شهروندی مخالفان سیاسی کرمل افزایش خواهد داد. در ماه اپریل ایالات متحده علیه روسیه بنابر دخالت احتمالی در انتخابات حمله‌های کیبرنتیکی و دیگر فعالیت‌ها تحریم‌های نو جاری کرد. امروز من چند قدم از جمله اخراج چند منصبدار روسیه را در پاسخ به عمل آنها تصدیق کردم. روسیه تحریم‌های جوابی جاری کرد و چند دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد. همین طریق به احتمال زیاد ملاقات ژنو در روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه تغییر وارد نخواهد کرد، ولی شاید نشان دهد که در دوره پرزیدنتی جو بایدن سمتگیری این رابطه‌ها چگونه خواهد بود. شهروندان تاجیکستان که انتظار داشتند بعد سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان گذرگاه‌ها گشوده میشوند، میگویند هنوز هم نمیتوانند به اجازتنامه سفر کنند. همکار ما فرزان محمدی روز پیشتر به یکی از گذرگاه‌ها در مرز ولایت سوخت با ازبکستان رفت و احوال در آنجا را برای ما و شما تصویر میکند.
روز 14 میلیون چند از مسافران از مناطق گوناگون کشور به گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسجح آمده خواستار عبور مرز بودند، ولی آن را برای خود بسته یافتند. اینجا چیکار داره در ازبکستان؟ در ازبکستان زنگری رفته. حالا تنها آنهای حق ورود به ازبکستان را دارند که شهروند روسیه هستند و یا با درخواست اجازه‌نامه گذشتن را دارند. به این رویخط نفران شامل میشوند که از ازبکستان دعوتنامه ارسال گردیده و از جانب تاجیکستان تصدیق گردیده است. آبیجان اوتابایف 2 هفته پیش به تاجیکستان آمده بود، ولی میگوید با داشتن چنین حجت‌ها نیز نمیتواند به ازبکستان نزد عائله‌اش برگردد. همسری من از ازبکستان است و من همه حجت‌های تصدیق کننده را دارم. ما 2 فرزند داریم. من همچون شهروند تاجیکستان در آنجا برای بود و باش باید مبلغ سپارم و برای همین خواستم که از تاجیکستان روادید گیرم تا زندگانیم آسان‌تر شود. من روادید گرفتم، ولی برای گذشتن اجازت نمیدهند. توسط هواپیما ممکن بوده است، اما به طریق زمینی نه. من حیران ماندم. فرق همین را هیچ کس فهماندن نمیتواند. در سرحد الکی من دوم روز است که ایستادم. کوشش کرده ایستادم که به کارم برگردم. در یک شرکت ازبکستانی کار میکنم، ولی مرز بسته است. برای دارندگان شناسنامه تاجیکی اجازه رفتن نیست و همه گذرگاه ها محکم است. مرحمت بینید، همه با همین مشکل در اینجا نشستند. با آغاز همهگیری کرونا 19 در ماه مارس سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را بستند. با کاهش بیماری بارها از احتمال باز شدن مرزها سخن رفت، ولی مسئله حل نشد. در پایان نشست رهبران 2 کشور در خوجند روز 11 میلیون نیز در این باره به طور روشن چیزی گفته نشد. من تامین کننده عائله‌ام هستم و حالا برای آنها به من دشوار است. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف به اینجا آمد و شاید بسیار مسئله ها را گفت و شنید کردند. من میخواهم طوری عمل کنم که به مردم هر 2 کشور آسانی آرد برای آنکه دوستانه زندگی کنیم و مرزها گشاده شوند. در همین حال ماشین های باربر که رانندگانشان ساکنان تاجیکستان هستند به ممانعت از مرز گذشته وارد ازبکستان می شوند. راه هوایی نیز باز است و این حال سوالهایی را پیش می آورد که چرا مرز زمینی بسته می ماند. در میان خواهشمندان سفر ازبکستان آنهای کم نبودند که می خواهند از ازبکستان همچون کشوری ترانزیتی برای رسیدن به روسیه استفاده کنند. در حال بسته بودن چنین مسیر با قرقیزستان، کشور ازبکستان برای آنها مهم گشته است، ولی معلوم نیست کی راه باز می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجح. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفته است که امسال برای مسلمانان کشور حج رفتن فرض نیست، چون به گفته او به سبب پاندمی کووید 19 در این سفر مانعه و خطر جدی وجود دارد. رئیس شورای علما در این باره روز 14 ایون با خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان صحبت کرده است. عبدالقادرزاده به آنهایی که نیت سفر حج داشتن گفته است پولهایی برای طواف کعبه جمع آوردهشان را برای کارهای خیر از جمله دستگیری عائله‌های کم بضاعت و یتیمان میتوانند صرف کنند. مقامات عربستان سعودی از این قبل گفته بودند امسال با سبب پاندمی کرونا ویروس خارجیان به شرکت در این مراسم مهم مسلمانی راه داده نمیشوند. و بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در صحیفه آزادی ویدیو و در سامانه رادیو آزادی CW آزادی.org گذاشته شدند. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.